سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم. زیاد وقتتون رو نمیگیرم. این جلسه میخوایم با هم مبحث BOS یا همون Break of Structure رو کار کنیم. BOS مخفف جمله Break of Structure هست. خب اصلا Break of Structure یعنی چی؟ بچه Break of Structure یعنی شکست در ساختار بازار. شکست در ساختار بازار یعنی چی؟ بازار برای ما پیوت هایی تشکیل میده، بازار برای ما رنج های قیمتی تشکیل میده که وقتی اون رنج ها شکسته میشه ما به اونا BOS میگیم. خب یعنی چی؟ من شماتیکش رو اول واسه تون میکشم، بعد میریم رو چارت واسه تون توضیح میزنم. خب اگه یادتون باشه که گفتم واسه روند صعودی ما های و هایر های داریم، درسته؟ وقتی که های ما که این قسمت باشه توسط این لگ حرکتی به صورت اکسپنشن شکسته بشه، یعنی این سقف این های ما شکسته بشه، ما BOS رو مشاهده میکنیم. پس چی شد؟ وقتی های قبلی توسط حرکت بعدی شکسته بشه ما BOS داریم. خب BOS بعدی ما کجا میشه؟ وقتی که یه هایر های تشکیل بشه و قیمت در ادامه بیاد هایشو بزنه. اوکی، به همین سادگی. خب بچه ها اینو یادتون نره، همیشه باید وایسید که سقف یا همون های تشکیل بشه. سقف چه زمانی تشکیل میشه؟ سقف زمانی تشکیل میشه که هر قیمت یه اکسپنشن بزنه، بعد از اکسپنشن ما یه ریترس یا اصلاح داشته باشیم. وقتی که اصلاح تموم شد قیمت خواست حرکت کنه رو به سمت بالا، این های برای ما شکل میگیره. پس چی شد؟ الان ما اینجا هیچ سقف مورد تأییدی نداریم. این تا وقتی همینجوری بره بالا ما هیچ سقفی نداریم. باید وایسیم که بعد از حرکت اصلی که اکسپنشنه یه حرکت ریتریس تور داشته باشیم. دوستان عذر میخوام، من نتم پرید. خب ادامه مبحث. خب داشتم میگفتم تا وقتی که این اکسپنشن ما همینجوری ادامه داشته باشه ما نمیتونیم بگیم که سقف ما یا های ما تایید شده. برای تایید های ما باید شاهد یک حرکتی مثل ریتریسمنت باشیم. اوکی، حالا این برگشتنه یا ریتریسمنت قانون داره. خب ببینید قیمت وقتی میخواد برگرده یا شروع به حرکت کنه، بعضیا میان این حرکت رو بهش میگن ریتریس. این حرکت کوچیک میگن اصلاح، ریتریس یا پول بک هم بهش میگن. خب این اشتباهه. چرا؟ قیمت باید تا ناحیه حداقل 50% لگ قبلی بیاد پایین. خب یعنی قیمت حداقل باید تا این ناحیه 50% بیاد پایین
یا بیشتر فرقی نمیکنه، ولی از اینجاها برگرده برای ما تایید نیست. اوکی، حداقل باید بیاد 50% یا بیشترشو ببینه که ما هایمون تایید شه. اوکی، وقتی که های تایید شد و توسط لگ بعدی شکسته شد، ما شاهد حرکت BOS یا Break of Structure هستیم. خب حالا این BOS به ما چی رو نشون میده؟ BOS به ما نشون میده که قیمت تمایل داره به روند خودش ادامه بده. خب بعد از هر BOS ما متوجه میشیم که قیمت انگیزه و رغبت بیشتری برای صعود، اگه روند صعودیه به صعود یا اگه نزولیه به نزول داره. اوکی، و یه نکته دیگه که میخواستم در مورد BOS خدمتتون عرض کنم این بود که هر چقدر که تایم فریم ها بالاتر میرن، ارزش BOS هم برای ما بیشتر میشه. خب یعنی چی؟ یعنی BOSی که توی تایم فریم 3 دقیقه رخ میده با BOSی که توی تایم فریم 15 دقیقه رخ میده زمین تا آسمون فرق داره. مسلما 15 دقیقه خیلی با ارزش تره و به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. 1 ساعت از اون با ارزش تر، 4 ساعت از اون با ارزش تر، 1 روز هم از اون با ارزش تر. و نکته دیگه که باید رعایت کنید اینه که این هایی که شکل گرفته برای شما وقتی که میخواد تبدیل به BOS بشه باید با یه حرکت مومنتوم خیلی قوی شکسته بشه. خب این هم در نظر بگیرید بچه، یعنی با کندلای کوچولو کوچولو بیاد چند تا کندل کوچولو رو کوچولو بزنه واسه شما این سقف رو بشکونه خیلی ضعیف، اون واسه ما معتبر نیست. الان میرم رو چارت مثال میزنم قشنگ متوجه میشه. این حرکتی که باعث شکستن این سقف شده باید قوی باشه. خب باید قوی باشه. اوکی، مثالش رو چارت میزنم قشنگ متوجه بشید. و آخرین قانون BOS چیه؟ و دوباره وقتی که بعد از ریتریس های تایید شد و BOS شکل گرفت، وقتی که این سقف شکسته میشه، وقتی که این سقف یا همون هایمون شکسته میشه، کندلی که باعث شکست این سقف شده، کندلی که اومده اینجا زده این سقف رو شکونده، خب باید با بدنه شکسته باشه. پس چی شد؟ کندلی که اومده سقف قبلی رو شکونده باید با بدنه بشکونه. حالا میگی یعنی چی با بدنه بشکونه؟ خب یا بهت بگم یعنی چی. ببین فرض کن که این یک کندله، من اینو سبزش میکنم، این باید با بدنه بزن اینجا رو بشکونه. بعضی از کندلا میان چیکار میکنن؟ میان با شادو، یعنی این سایه که داره میاد اینجوری میزنه میشکونه. خب یعنی میاد با شادو این سقف رو میشکونه. این قبول نیست، حتما باید با بدنه شکسته بشه. اوکی، حالا برم توی چارت مثال بزنم متوجه میشید بچه. این خیلی قانون مهمیه، یعنی مهمترین قانون ما همینه. کندلی که منشأش باعث شکسته باید
با بدنه بالای این سقف کلوز کنه، یعنی اینجا باید بسته شه نه زیرش. خب یعنی نباید نیاید اینجوری واسه من وقتی کندلی شادو داره بگید که خب این بریک آف استراکچره یا اوکی. خب خب بچه ها، پس چی شد؟ ما 3 تا قانون واسه خودمون گذاشتیم که یه BOS معتبر رو شناسایی کنیم. خب چی بود؟ شکست با بدنه کندل باشه، شکست باید حرکت قدرتمندی داشته باشه. شکست باید با بدنه کندل به این صورت باشه، شکست باید قدرتمند باشه و برای تایید این سقف هم باید ثبت می‌کردی که این حرکت اصلاحیه شکل بگیره. خب الان چند تا مثال رو چارت واسهتون میزنم که کاملتر این موضوع رو درک کنید. خب بچه همونطور که میبینید توی تایم یورو یو اس سی هستیم، تایم فریم 3 دقیقه، جفت ارز یورو یو اس سی تایم 3 دقیقه و میخوام BOS ها رو شناسایی کنیم با هم. خب گفتیم که برای پیدا کردن BOS باید های قبلی زده بشه. خب حرکت رو به سمت بالا، اصلاح تا ناحیه 50%. بچه ببینید قیمت اومده تا ناحیه 50% خودشو دیده و اصلاح کرده. یعنی چی؟ یعنی سقف ما معتبره. این شد سقف ما. خب حالا اگه این سقف بیاد با یه حرکت قدرتمند چجوری میشه؟ چند تا کندل سعودی پشت سر هم، 1 2 3 4 تا کندل سعودی پشت سر هم اینجا زده مثلا. خب و بیاد با بدنه، نگاه کنید اومده سقف قبلیشو تو این کندل با بدنه کلوز کرده. نگاه کنید قشنگ رفته بالای این های بسته. BOS برای ما شکل گرفت. خب حالا BOS بعدی چجوری میشه؟ BOS بعدی این میشه: از منشأ شکست ما اندازه میگیریم اینجا و اینجا، صبر میکنیم که این های ما تایید بشه، سعی میکنیم که این های ما تایید بشه. های چجوری تایید میشد؟ اصلاح تا ناحیه 50%. نگاه کنید بچه ها، قیمت اومد تا اینجا نرسید به ناحیه 50%، پس این سقف برای ما تایید نیست. باید صبر کنیم ببینیم چی میشه. قیمت وقتی رسید به این محدوده تازه این های تایید میشه. خب اوکی، الان ما فهمیدیم که چی کاریم و کدوم سقفمون اگه بشکنه BOS داریم. BOS یعنی چی؟ یعنی ادامه روند رو خواهیم داشت. خب بچه ها اینجا ببینید، اینجا دیگه قشنگ متوجه مثال شکست با بدنه میشید. اینجا اومده قیمت، ببینید اومده با شادو زده. نگاه کن، کندل اومده با شادو بالای این های بسته. این برای ما BOS مناسبی نیست. این BOS نیست. BOS کی تاییده؟ BOS کی تاییده؟ BOS زمانی تاییده. زمانی تاییده که این سقف نه این شادو بیاد برای ما زده بشه. اوکی بچه حتما باید با بدنه کلوز کنه. خب حالا شاید واسه سوال پیش بیاد که چرا من این سقف رو به عنوان سقف معتبر نگرفتم، چرا اینو گرفتم؟ چون بچه ها یک بار اومده به این سقف حمله شده و این سقف فیل شده توسط این شادو. الان این شادو
چون یه پله از این بالاتره، برای ما این سقف جذابتره که شکسته بشه. اوکی، پس اینم تو تریداتون رعایت کنید. و دوباره BOS به همین راحتی. بچه ها، این از مثال های سعودیمون و ازم به حضورت که مثال های نزولیمون هم همینه، هیچ فرقی نمیکنه. بذارید من 4 تا ریورسش کنم. خب بچه ها، این هم مثال نزولیش هیچ فرقی نمیکنه. برای مثال نزولی باید لو ما شکسته بشه. نگاه کنید، قشنگ متوجه میشید، نگاه کنید متوجه میشید. به همین سادگی. ما یه حرکتی داشتیم اومده تا 50% رفته، تو حرکت بعدی اومده کف قبل خودشو شکسته و توجه داشته باشید که تا 50% اصلاح شده که کف ما تایید بشه و با بدن کفو شکسته. به همین ترتیب بچه ها کلیپو چند بار نگاه کنید، 1 باره، 2 باره، 3 باره نگاه کنید، نوت برداری کنید. جلسات دیگه از این به بعد سنگین میشه، جلسات عرضم به خدمتتون که اختصاصی تر میشه و بیشتر روی مباحث کار میکنیم. اساتید دیگه میان فقط میگن که کف یا سقف اگه شکسته بشه BOS. خب من اومدم واسه قشنگ چند تا مثال و قانون 3 تا قانون خوب گذاشتم برات که BOSات با BOS های بقیه فرق کنه. من اینا رو با آزمون و خطا لمسش کردم، من اینا با آزمون و خطا به دست آوردم، خودم ضررها دادم تا اینا رو به دست بیارم که دیگه کمتر ضرر کنم، بیشتر سود کنم. خب دارم تجربیات 4 سالم رو در اختیارت قرار میدم، پس ازت توقع دارم که قشنگ یادداشتشون کنی، تمرینشون کنی و کامل یادشون بگیری. امیدوارم که مطالب خوبی رو تونسته باشم بهتون رسونده باشم. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.